اوکی بچه ها بالا نامه زدن که ما چطوری سر حرفو باز کنیم اگه خوشمون میاد از یکی. کاری نداری که من بهت میگم این اینستاگرام ورژنشو من به شما میگم. اگه یکی خوشتون اومد روی اینستاگرام خواستید باهاش صحبت کنی، نرو یهو دایرکت سلام چطوری. خیلی چیپه. نه طرف تو رو میشناسه تو طرفو میشناسی. بچه کی بودی؟ نکنید این کارو. مرحله اول میری طرفو اد میکنی، بعد همون موقع 2-3 تا از عکساشو لایک میکنی. نری و 70 تا از عکساشو لایک کنی ها. منو ببین نکنی ها. نه لایک میکنی، وقتی تموم شد ثبت میکنی اون میاد خود شما رو چک میکنه. مطمئن باش. بعد صبر کنی تا یه استوری بذاره. یه استوری که گذاشت در رابطه با اون استوری میری یه کامنت میدی، یه کامنت باحال جوکگونه جوکتور خوب. اگه جواب تو داد ریپلای کرد که نخود زدی گلو نخو میگیری میری. اگه نکرد خوشش نیومده دیگه نگاه دیگه سوراخ نکن دایرکت یارو رو. نکست نفر بعد. اینم درس امروز سوراخ نکنی.